Hello everyone. سلام بچه ها. امیدوارم حالتون خوب باشه. من پرستو هستم و امروز میخوام در مورد اینجور صحبت کنم که از کجا ما میتونیم یادگیری زبان انگلیسی رو شروع کنیم. حالا شما به دلتون افتاده که زبان انگلیسی رو یاد بگیرین، ولی از کجا میپرسین که باید شروع کنم؟ من الان میدونم دقیقاً چه حسی دارین شما. فکر میکنین که شاید عقب افتادین، باید برین کلمات بیشتر یاد بگیرین، یا اینکه میخواین یه ویدئویی ببینین در مورد یه گرامر سخت در که بلد نبودین و میخواین یادش بگیرین کامل. اما قبل از هر چیزی مهمترین قدم توی یادگیری زبان انگلیسی، حتی اگر که حالا مثلا کلی جلو هم رفتین، اینه که بدونین چرا میخواین زبان انگلیسی رو یاد بگیرین. اون چرا خیلی مهمه. اصلا ببینیم چرا به انگلیسی چی میشه. چرا کلمه سوالیه چرا میشه why. Tell me why ain't nothing but a mistake. هر چقدر این چرای شما قوی تر باشه، اراده شما بیشتره و بیشتر تو این مسیر آموزش زبان میرین جلو. حالا من میخوام که اول از همه شما یه برگه بردارین و روش بنویسین چرا میخواین زبان انگلیسی یاد بگیرین. من خودم اون زمانی که یادگیری زبان انگلیسی رو شروع کردم، همون زمان هم اون عشق و علاقه اومدن به کانادا به دلم افتاد. میخواستم بیام کانادا. پس وقتی که کلاس زبان میرفتم، همیشه تصور میکردم که من الان کانادا هستم، همین فردا من اونجا هستم، تو اون محیط، توی مدرسه هستم، توی فرودگاه هستم، اینور اونور، توی مغازه. من زندگیم بستگی داره که زبان یاد بگیرم، اینو یاد بگیرم و استفادهش کنم. پس هر دفعه‌ای که من میرفتم کلاس زبان، میگفتم این چیزایی که من یاد میگیرم و معلم تیچر به من میخواد یاد بده، من اینا رو باید استفاده کنم، من اینا رو قراره که استفاده بکنم. پس بهتره تا میتونم با چنگ و دندون من از این تیچره تمام اطلاعاتشو بگیرم. ببینین باید درسته که میگن طمع‌کار نباشین، اما توی یادگیری زبان من بهتون میگم طمع‌کار باشین، طمع کنین تا جایی که میتونین، همینطوری منابع بگیرین. البته به روش‌های درست و راستگار و اینا. پس شما هم همین الان یه کاغذ بردارین و دلیل هاتون رو بنویسین چرا میخواین زبان یاد بگیرین. ممکنه برای تحصیلتون باشه، بگین چرا این تحصیل اصلا براتون مهمه. کلا برین عمیق بشین، برین درونتون و ببینید چرا این نیاز برای یادگیری زبان اصلا به وجود اومده. دلیلش چیه؟ آیا برای خانواده‌تونه؟ میخواین یک آینده بهتری رو برای خودتون داشته باشین و درست کنین؟ آیا برای کاره؟ میخواین یک شغل بهتر داشته باشین، درآمد بهتر، یک زندگی آرومتر برای خودتون، برای خانواده‌تون، اطرافیانتون؟ آیا میخواین یاد بگیرین چون اصلا علاقه به زبان دارین، چون که دوست دارین یاد بگیرین، شاید میخواین اصلا آموزش بدین زبان رو؟ آیا میخواین یاد بگیرین چون میخواین فرهنگ‌های جدید رو یاد بگیرین؟ دلیلتون چیه؟ این دلیل هر چی درونی تر باشه، هر چقدر عمیق تر باشه، براتون مهمتر باشه، شما توی مسیر یادگیری زبان بیشتر دوام خواهید آورد. پس این خیلی نکته مهمیه و میدونم که نکته هم هست که خیلیا نادیده میگیرن. حالا گام دومتون چیه؟ توی کتاب عادتهای اتمی یا Atomic Habits گفته بودن که اگر میخواین یک عادت جدید رو درست کنین یا اینکه خودتون رو به هر صورتی تغییر بدین، کلن این تغییر 3 حالت داره که باید شما به ترتیب اینا رو انجام بدین. یکی توی اون قسمت بیرونیه این عادت ها، شما اون هدف رو دارین که این قسمت بیرونیش هستش. مثلا من زبان انگلیسی رو میخوام یاد بگیرم، این هدفتونه. بعد شما چی رو دارین؟ اون پروسه رو دارین، اون کلاس رفتن، ویدیو دیدن، کتاب خوندن و اون پروسه زبان انگلیسی رو دارین. در قسمت
سوم و درونیش شما هویت رو دارین. شما میتونید زبان یاد بگیرین. مشکل کجاست؟ مشکل اینه که شما اومدین از بیرون شروع کردین. اومدی از هدف شروع کردی. به خودت زمان دادی، گفتی اگه تا این مدت انجام دادم که انجام دادم، نه که نه. بعدش میای روی پروسه کار میکنی. بعد تازه اگر به هویت رسیدی. حالا تو این کتاب عادت‌های اتمی میگه که چیکار کنین؟ شما نه، برعکس شروع کنین. بیاین از هویتتون شروع کنین. به خودتون بگید، مثلا تو این کیس زبان انگلیسی بگین من انگلیسی صحبت میکنم. من آدمی هستم که انگلیسی صحبت میکنه. من آدمی هستم که انگلیسی صحبت میکنه. I speak English. من انگلیسی اصلا کلا صحبت میکنم. من انگلیسی صحبت میکنم. این هویت شماست. شما آدمی هستید که انگلیسی صحبت میکنه. بعد از اون وقتی که شما خودتون رو فردی میبینید که انگلیسی میتونه صحبت کنه، میرین دنبال منابعش، میرین دنبال روش هایی که بهتر یاد بگیرید، بهتر انگلیسی رو صحبت کنین، چون شما میتونید انگلیسی صحبت کنین. پس میرین دنبال منابع میگردین که بهتون این باور رو برسونه و این باورتون رو قوی تر کنه که شما میتونید انگلیسی یاد بگیرید و بعد از اون تازه شما به اون هدفتون میرسین. خب پس هر عادتی رو، این اصلا برای تمام انواع مثلا عادت‌هایی که میخواین جدید داشته باشین میتونین استفاده کنین. اول از هویت شروع کنین. پس این ما رو میرسونه به قدم سوم توی یادگیری زبان انگلیسی. و این قدم سوم چیه؟ این که شما باید بر خودتون شواهد جمع کنین، مثل یه وکیل. فکر کنین الان یه وکیل هستین، بعد یه قاضی هم اونجا وایستاده، اون خودتونین، که میگه تو نمیتونی زبان انگلیسی صحبت کنی، تو نمیتونی زبان انگلیسی صحبت کنی. حالا شما به عنوان وکیل که بعد از خودتون دفاع کنین، میاین چیکار میکنین؟ میاین شواهد جمع میکنین که نه بابا این موکل من واقعا تمرین کرده، واقعا این کارو کرده، میتونه زبان صحبت کنه، آدمیه که میتونه زبان صحبت کنه، میتونه انگلیسی صحبت کنه. خب پس شما هم قاضی هستی، هم وکیل هستی و هم موکل، هر سه. پس اول از همه شما میای چیکار میکنی؟ میای شواهد جمع میکنی. هر روز هر تمرینی که انجام میدین، هر کاری انجام میدین، که حتی فیلم دیدن، فیلم انگلیسی دیدن که کمک میکنه به یادگیری زبان، این یک مدرکه. این یک مدرکه که نشون میده شما فردی هستی که انگلیسی صحبت میکنه. پس شما دونه بدونه روزی یه دونه مدرک جمع میکنی. مثلا یه فیلم انگلیسی نگاه کردی، یه ویدیو نگاه کردی، یه سابسکرایب کردی به چنل من که از این به بعد ویدیوهای من رو ببینی. یا اینکه ویدیوهای بقیه رو میبینی، عکس‌ها، کتاب‌ها. شما اینا رو که نگاه میکنی و این کارا رو که انجام میدی و تمرین میکنی، این یه مدرکه، یه مدرک که باور شما رو قوی تر میکنه. اون موقع است که شما میتونین از خودتون دفاع کنین در برابر خودتون، چون مانع اصلی برای یادگیری زبان خودمون هستیم. ما مانع اصلی هستیم. قدم چهارم همون یادگیری زبانه. چطوری یک بچه میتونه به این سرعت و به این روونی یک زبان رو یاد بگیره؟ دلیلش به نظرتون چیه؟ غیر از ذهن آزادی که داره و کار دیگه هم که خب نداره دیگه، چی کار میتونه بکنه؟ اگه زبان یاد نگیره دیگه چی کار کنه؟ ولی یک بچه زبان رو وقتی یاد میگیره که گوش میده. برای سالها این بچه گوش میده. توی یادگیری هر زبانی 4 قدم وجود داره در کل. یکی به هر حال لیسنینگ هست، قدرت شنیداری، شنوایی، سپیکینگ. بعد از اینکه شما خوب گوش کردین دیگه اصلا میخواین صحبت کنین. اصلا انگار یک لیوانی که پر شده و لبریز شده، شما انقدر بهتون منابع دادن، انقدر گوش کردین که اصلا دیگه همینطوری صحبت میکنین، اصلا راحت میتونی صحبت کنین. پس بعد از لیسنینگ سپیکینگ هست، صحبت کردن.
بعد از اون شما میرین به سمت ریدینگ، میتونین بخونین بعضی از متن‌ها رو، بهتون یاد میدن این رو که حالا بچه‌ها میرن مدرسه برای این. پس دقیقاً یعنی طبیعی ترین روش های زبان یاد گرفتن لیسنینگ و اسپیکینگه. غیر طبیعیاش ریدینگ و رایتینگه که انسان ها خودشون باید یاد بدن به هم دیگه. من همیشه توصیه میکنم، همیشه توصیه میکنم که روی لیسنینگتون کار کنین. باور کنین راحت ترین کار همین لیسنینگه. لیسنینگ شما همینجوری میشینین و گوش میدین به بقیه که صحبت کنن. فیلم نگاه کنین تا میتونین فیلم‌های انگلیسی نگاه کنین، تا میتونین آهنگای انگلیسی گوش بدین. یکی از بهترین سریال هایی که من همیشه توصیه میکنم فرندز هستش. سریال فرندز رو ببینین، سریال آفیس رو ببینین، The Office. اینا سریال هایی هستن که خیلی قشنگ فرهنگ آمریکا رو نشون میدن، به علاوه کلی اصطلاحاتی دارن که مردم روزمره استفاده میکنن، مکالمه های روزمره دارن. پس یکی از بهترین چیزا چیه؟ لیسنینگ. سریال ها، پادکست، رادیو. یکی دیگه از پادکست هایی که من خیلی توصیه میکنم BBC Learning Englishه، اونم خیلی خوبه. یه پادکست هم خود من دارم حتی، The Plot Pals پادکست، حالا میذارم اینجا براتون، اونم برین نگاه کنین اگه بخواین. ما در مورد فیلم و کتاب ها صحبت میکنیم اونجا. این دیگه منو میرسونه به آخر این ویدیو، ولی بدونین که این آخر این مسیر نیست، تازه شروعشه و امیدوارم که این ویدیو کمک کرده باشه که شما یک جوونه‌ای از این دونه اشتیاق یادگیری زبان توی دلتون به وجود اومده باشه. اگر از این ویدیو خوشتون اومد لطفاً یه لایک برای من بذارین این پایین و سابسکرایب کنین تو این چنل که از این به بعد یک عالمه ویدیوهای آموزشی از لیسنینگ، vocabulary، speaking، مکالمه هاتون، reading، writing و گرامر براتون خواهم گذاشت. همه چی و بذاریم در کنار هم دیگه رشد کنیم. خدا نگهدار.